وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شخصانی که میخواهید وزن بگیره، یعنی که بزبله شوین، کچاک شوین، برای شما سمیونوان ارگینال شفافرما رو توصیه میتیم که از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میدهد. برای دسترس کردن همه چیز ارگینال شما تنها از شفافرما پیدا کردن میتونید، چون که با باوری کامل چیزا شما میگیرید. برای دسترس کردن رقم ها در شبکه پروفیل میشه یا اینکه در کامنتاری وزن نویسید. از پروردگار مسئلت دارم. خداوند این عبادت ما را قبول گرداند و خداوند آن آرزو و آن مرام، آن مقصودی که در دل ما بندگانش است او ذات میداند. خدایا اگر نیک باشد برآورده بگردانی. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت گردانی. بیماری های ما را خدایا شفای کامل نصیب گردانی. خدایا مسافرهای ما را صحت و سلامت به خاندانشان رسانی. خدایا همیشه در این ملک ما آرامی و یکدیگر فهمی و عدل خداوند حکمران بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. برادرای عزیز و گرامی، طی چند جمعه می شود ما اطراف دویم یار پیغمبر خدا حضرت عمر رضی الله عنه صحبت داریم و خدا اگر برای ما مهلت دهد، اگر خدای مهربان به ما وقت اگر نصیب گرداند، این جمعه هم خدا خواسته باشد اطراف حیات و فعالیت این مجاهد راه خدا، این شخصی که در زبان تمام مسلمان های ما یک لذت دارد، قدر دارد، که این عمر هست، انشاءالله من صحبت میکنم. عن ابی سعید خدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قموس منها ما يبلغ السدية ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا فما اولت يا رسول الله؟ قال الدين. رواه بخاری. خدا رحمت کند عمر. حبیب خدا دینداری عمر را بها میدهد، صفت عمر را میکند. شب خواب بودم، پیغمبر خدا میگوید در خوابم، خواب پیغمبر خدا حق بودند. در شب خوابم تمام مردم را بر من نمایش دادند و تمام امت رو نظر میکردم و هر یک امت من
کرته داشتند. بعضی از امت من نگاه میکنم کرته های ایشان درازیشان تا راست سینه هاشان هست. بعضی از امتم را نگاه میکنم درازی کرته هاشان از سینه هم بالاتر است. ناراحت شدم. پیغمبر خدا میگوید زیرا حد کرته باید که تا بجلک پا باشد. من این گونه کرته ها را در وجود امتم دیدم، خیلی ناراحت شدم. و عرض علی عمر ابن الخطاب، حبیب خدا میگوید همون شب خوابم بناگاه میگوید در بین این مردم عمر را دیدم، عمر ابن الخطاب را دیدم. این خواب را در بین پیش عمر و اصحاب حکایه دارد پیغمبر خدا. عمر را میبینم و علیه قمیص، ویم کرته داشت یجره، لکن با زمین کشیده میرفت. اینقدر کرته دراز داشتند. قالوا فما اولت یا رسول الله، پرسان کردیم ای حبیب خدا برای ما تعبیر خواب کن، این خواب چی معنی دارد؟ برای چی بعض انسان ها کرته های تا راست سینه دارند یا از او بالا دارند، لکن عمر کرته دارد که به زمین کشیده می رود؟ چی معنی دارد؟ جواب حبیب خدا این بود فقال الدین، حبیب خدا گفت تعبیر این خواب این است که دین عمر دین مکمل است، ایمان عمر ایمان مکمل است. این درازه کرته دلالت به دینداری عمر میکند، این درازه کرته دلالت به ایمانداری عمر میکند. این هم بشارت بود از جانب پیغمبر خدا برای مکمل بودن ایمان او، دین او. حبیب خدا گواهی دادند، شهادت دادند در بین تمام مردم مسلمان. برادرای عزیز و گرامی، اگر ما مردم زمانی که خواب پیغمبر خدا را بیاید ما و شما سنجش میگذرانیم. البته این خواب پیغمبر خدا در حق عمر این حق بود، آن دین بود که عمر با این قدر شرایط، با این قدر حکمرانی تکبری نداشتند. ببین این قدر شرفی که عمر داشتند، این قدر مالکیت و این قدر حاکمیتی که در زیر تصرف عمر بود، لکن عمر آدمی با تواضع بود، آدمی خاکسار بود، آدمی عادی بودند، آدمی بودند که با این قدر بزرگی از خط کشیده پروردگار و حبیب او بیراه نمی رفتند. عمر رضی الله عنه سبب دینداری او بود، سبب ایمانداری او بود که میگفت، خود میگفت، این از سخنهای گوهربار حضرت عمر است: العبد اذا تواضع لله رفع الله حکمته. این سخن حضرت عمر بود که تمام مردم مسلمان امروز سخنرانی او را گوش می اندازند، سخنهای او را یکایک می سنجند که عمر چی می گوید. حضرت عمر گفتند هر وقتایی که بنده خدا تواضع می کند، وقتی بنده خدا خاکساری از برای خدا می کند، الله دانش او را بلند می گرداند، الله شرف او را بلند می گرداند. وقتی که بنده خدا اگر عادی باشد، خاکسار باشد، با تواضع باشد. تواضع زگردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. حضرت بیدل میگوید همین گویم که تواضع، خاکساری، عادی گشتن، عادی بودن، خاکسار بودن آدمی دولتدار میزیبد، آدمی منصبدار میزیبد، آدمی پولدار و آدمی حکومتدار میزیبد. اگر آدمی عادی بی پولی کمبغل اگر تواضع کند، این همیشه فعل او هست و همیشه با تواضع است. تواضع و خاکساری فقط خاصه آدمای منصبدار است، آدمای گویم که دولتدار است، آدمایی که نفوذ دارند، قدر دارند. اینها اگر تواضع کنند، اینها را تواضع میزیبد. سخنرانی حضرت بود که کسی که اگر تواضع از برای خدا میکند،
خاکساری میکند با زمین آنکه همه شرایط او دارا هست، از همه شرایط وی تأمین است. خداوند دانش او را می افزاید، خداوند باز منزلت او را بالا می بردارد. خدا حضرت عمر رحمت کنه. برادرای عزیز، به خدا قسم من حکایه های ایشان وقتی که در نزد کتابخانه خدا می خوانم، به خدا قسم گفت همون صاحب کتاب که تواضعی که حضرت عمر داشت عقل بشریت نمیگیرد، عقل ما نمیگیرد که این عملهایی که عمر انجام میدهد انسان وی انجام داده تواند. بازم آن که وی در خلافت نشسته بود، بازم آن که وی در کرسی شاهی نشسته بود، لیکن کارهای را انجام میداد که عادی ترین مردم ما وی انجام داده نمیتواند. آدم پسترین ما این عمل انجام داده نمیتواند. حضرت آنقدر عادی بودن که چی میگفت؟ لولا فلان لهلك العمر، اگر فلانی نمیشود عمر هلاک میشد. ببین فقط دیگرها را برتری میداد، دیگرها را صفت میکرد، خودش دائم پس میزد. ببین لولا فلان، اگر فلانی نمیشود عمر هلاک میشد. ببین حتی حضرت آنقدر خاکسار بودن که میگفتن کسی که میخواهد که از علم قرآن تماس گیرد به عبیه ابن کعب مراجعت کند، وی قرآن خوب میداند. کسی که میخواهد حلال از حرام فهمد به معاذ ابن جبل مراجعت کند. کسی میخواهد که اگر علم میراث فهمد به زید ابن ثابت مراجعت کند. برای کسی مال از بیت المال در کار باشد به عمر ابن الخطاب مراجعت کند. ببین عمر خدا رحمتش کند علم قرآن نمیدانید، آیا علم میراث نمیدانید، آیا حلال از حرام جدا نمیکرد؟ میکرد، لیکن اونها را از خودش برتر میدانید، اونها را از خودش بالاتر میدانید. در یک سخنرانیش وقتی که یک لولا معاذ لهلك عمر ابن الخطاب گفت، در یک سخنرانیش بالای منبر برآمد حضرت. شاه بودن، خدا رحمت جان کند. بازم شاه بودن، بازم منصب داشتن، بازم تمام حاکمیت در زیر دستش بودن، از خدا میترسید، 5 وقت نماز ادا میکرد، از مسجد بیرون نمیشد. حضرت برآمد بالای منبر و گفت اگر معاذ ابن جبل نمیشد عمر هر آینه هلاک میشد. گفتن چگونه ای عمر؟ گفتن این چه قصه باشد؟ گفت بار من زن زنا کرد، زن زنا کرد، ما حکم به سنگسار دادیم. حضرت عمر میگوید ببین زن زنا کرد، ما حکم به سنگسار او را صادر کردیم. حضرت عمر در حکم کردن عدل داشتن، عدالت داشتن. چیزی که خداوند در راست زناکار میگفت حکمش میکرد، چیزی در راست عرقنوش میگفت حکم میکرد، چیزی که در راست جنایتی در نزد خدا باشد حتمی حضرت عمر از روی عدل، از روی قرآن، از روی احادیث های رسول اکرم حکم میکردن. در حکم کردن تقبازی نمیکردن، در حکم کردن مبلغ نمیگرفتن، در حکم کردن نمیگفت این بچه دادرم هست، این بچه عمکیم است، این بچه تقایم است، این همسیفم است، این همسایم است. نه والله که در قصه هاش میگذرد تماما خاطر یگان بنده خدا را نمیدید، فقط قانون بالای او جاری میکرد. پاره را برای خود والله که از پاره میترسید، زیرا که رسول اکرم حدیثش حضرت عمر نمیگذاشت که به پاره نزدیک شود. الراشی و المرتشی فی النار، پاره گیرنده و پاره دهنده هر دو در آتش دوزخند. این سخن پیغمبر خدا عمر تماما نمیگذاشت که به سوی خیش و تباربازی و به سوی گویم پاره گیری نزدیک شود. هیچ وقت این سخن خدا و پیغمبر او را نمیگذاشت که به این نزدیک شود. حتی در قصه ها می آید که باره ابو موسی اشعری رضی الله عنه صحابه جلیل القدر پیغمبر بودند. شما تماشا کنید وقتی که بار حضرت عمر خانهش می آید، به خانه خود داخل می شود، نگاه می کند عاتیکه زنش، نام زنش عاتیکه بودند، عاتیکه زنش بالا یک جای نمازی نو نماز می خواند. حیرت دمان گفت، عاتیکه گفت این جای نماز از کجا در خانه ما مهمان شد؟ در خانه ما این مالی نو است، اینو کی آورد؟
آیلش تبسم کنان گفت عمر گفت این ابو موسی اشعری آورد، گفت هدیه برای خانه ما و شما آورد. حضرت عمر جای نماز پیچاندند و در سر زنش زدند، گفتند ابو موسی اشعری را حاضر کنید. ابو موسی اشعری آن زمان وزیر دفاع بود، میدانید مینیستر ابران بود، در مصر در بصره بود، لشکری کلان داشت. وقتی وای گفتن عمر تو را فریاد دارد، به خدا قسم کلی جسمش می جنبید، می ترسید عمر برای من چیکار داشته باشد. گفت وقتی که ابو موسی اشعری را حاضر کردند، گفت این چی بود در خانه من آورده؟ گفت هدیه بود، جای نماز است، هدیه آوردم بالای او، شما خدا را عبادت کنید. گفت و چی خاطر خانه عمر آوردی؟ چرا اینقدر مسلمان فقیر و نادار وجود دارد خانه او نبردی لکن خانه عمر آوردی؟ و چی خاطر آوردی؟ من هدیه تو را قبول ندارم. و جای نماز میگرد در سر ابو موسی اشعری زد، گفت قسم به خدا، گفت از همین روز اعتبارا تو در این وظیفت کار نمیکنی، تو از وظیفت آزاد. گفت برای خانه عمر گفت جای نیافتی که هدیه را بیاری، گفت خانه عمر آوردی. ببین آیسته آیسته وای میدانید که از هدیه آدم آیسته آیسته وقتی شفته مال می شود، وقتی وجودش به مال عاشق می شود، عاقبت وای ملک خراب میکند. این سیر و سودا را حضرت عمر میدانستند، به این خاطر در حکمرانی نه هدیه قبول میکردند، عدالت داشتند، تماما پروای هیچ کس نداشتند. والله که قانون خدا را بالای فرزندای خودش جاری کرده بود. بیایید من برای شما، برای آن که شما باوری حاصل کنید که عمر حکمرانیش از روی خط کشیده خدا و پیغمبر بود، ابو شحمه فرزندش. او عبدالرحمن نام داشت، لقب داشت به نام ابو شحمه. این ابو شحمه در مصر زندگی میکرد، در مصر حیات به سر میبرد. وقتی ابو شحمه همراه برادرزاده عمر، ببینید برادرزادهش ابن مزعون، خدامه ابن مزعون، وقتی که عرق نوشی کردن، والی مصر عمرو ابن العاص بود. وقتی آوازه آمد که بچه امیر المؤمنین عمر عرق نوشیده است، والی مصر بود، میر شهر بود، فریاد زد بچه حضرت عمر، گفت این کار با برادرزاده خودت کردی؟ گفت بله کردم و آمدم به خاطر که حد شراب نوشی را بالای من جاری کنی. عمرو ابن العاص خاطر پدر این دیده، خاطر عمر را دیده، در داخل خانه در آورده، با طریق پنهانی بالای فرزند امیر المؤمنین حد شراب جاری کردند، او را حد زدند تا که مردم نبینند. این خبر آهسته آهسته به گوش عمر آمد رسید. حضرت عمر بسیار ناراحت شدند، گفتند این میر شهر، این والی مصر چگونه به من کار کرده میتواند زمانی که قانون خدا را چه نسبت فرزند من باشد چه غیر او باشد ویران میکند. در حال یک نامه نویسان به عمرو ابن العاص که زمانی که این مکتوب به تو میرسد، فرزند من را همراه برادرزادم به مدینه ارسال کن، روانشان کن. وقتی مکتوب عمرو ابن العاص گرفت، البته مکتوبای حضرت عمر بسیار به سیاست نویسانده میشد، وقتی گرفت سیاست عمر او را فرا گرفت. در حال فرزند حضرت عمر فریاد زد همراه برادرزاده‌اش خدامه ابن مزعون، گفت پدر تو مکتوب روان کرده که من شما را به نزد پدر روان کنم. ابو شحمه میگوید آن چنان گریه کرده پیش والی مصر ده. گفتن به خدا قسم، گفتن به غیر جزا دادن دیگر هیچ کار ندارد عمر. من میدانم که او بالای من باز حد جاری میکند، این دل من گواهی میدهد. وقتی فرزندش آمد نزد حجره پدرش، نزد جای کاری پدرش، جایی که پدرش می نشست و حکومت مسلمان ها را پیشبری میکرد، در نزد دروازه عمر 3 روز می ایستد قبولش نمی سازد. 3 روز. این عدالت ببینید،
ببینید باور کنید فرزند ما و شما بیرون میبرد کمتر هوا سرد باشد دویده از دنبال اون میرویم که در اون خانه درا که یک مهربانی میکردید. مقصد فقط غمخواری دنیاشان نمیکنیم، غمخواری آخرتشان نمیکنیم. حضرت عمر 3 روز فرزندش پشت دست قبول نمیسازد. 3 روز در اصل حقیقت داشت. باری میگد حسن و حسین، حالی من این قصه را اینجا گذارم، یک قصه یادم آمد. حسن و حسین نبیره های پیغمبر خدا باری میآیند برای چی کار نزد حضرت عمر میآیند که عبدالله بچه حضرت عمر، عبدالله ابن عمر نزد دروازه پدرش ایستادگی در نوبت ایستاده است. کی پدرش را قبول میکند؟ عدالت ببینیم برادرای عزیز، با یک چشم نگاه کردن تمام مردم ببینیم. نابسته فرزندش است، بچه همسایش است، خیش و تبار فرقی ندارد، در نوبت می ایستاده. حسن حسین آمدن که عمر، حضرت عبدالله ابن عمر در نوبت ایستاده است. در حال میگوید از اونجا پس گشتن به خانه شان می آمدن. حضرت عمر که یک اتاق عادی داشتن، میگوید از تریزه نگاه کردن که حسن و حسین این نور چشمان پیغمبر خدا به سوی خانه رفته ایستادن. فریادشان زد نزد من بیایید. گفت کجا می روید؟ گفت آمدیم که اینجا عمر عبدالله فرزند شما در نوبت است. ما فکر کردیم که شما یگان مشغولیت مهم دارین که بچه شما در نوبت است، از این خاطر گفتیم فردا می آییم. گفت حسن یا حسین، خدا شما را رحمت و مغفرت کند، آیا عبدالله بچه من گفت در قدر و قیمت به شما برابر است؟ آیا در قدر و قیمت به شما برابر نیست؟ گفت برای شما گفت نبیره های پیغمبر نوبت وجود ندارد. گفت شما نبیره های پیغمبر هستید. برای بچه من گفت نوبت لازم است، برای بچه برادرزادم نوبت لازم است، برای خیش و تبار من در نوبت ایستادن ضرور است، لیکن برای شما اولاد پیغمبر نوبت ایستادن ضرورت ندارد. شما در درجه و قدر از اولاد اجداد من بالاتر هستید. ببین این سخن حضرت عمر نزد حضرت امام حسین و نزد حضرت امام حسن بود. حتی که معاش معین کرد، حضرت عمر معاش معین میکند. ببین معاش میدهد برای امام حسن 1000 دینار، برای امام حسین 1000 دینار، برای بچه خودش عبدالله 500 دینار جدا کردن. حضرت عبدالله گفتن پدر، گفتن من که حق گپ زدن در پیش تو ندارم، لیکن وقتی که من جهاد میرفتم در دوره های رسول اکرم، آخه حسین و حسین خرد بودند، اینا در یگان جهاد اشتراک نکردند، برای چی اونها را 1000 دینار میدهی، مرا 500 دینار میدهی؟ گفت بچم خاموش. گفت قسم به خدا تو گفت در این جمله گناهکار شدی. آیا تو گفت مثل امام حسن و امام حسین پدر داری؟ ببین علی را در نظر داشتن، علی را از خودش افضل داشتن. گفتن آیا تو مثل امام حسن و امام حسین پدر داری؟ تو میدانی پدری او علی است، میدانی و داماد پیغمبری خدا هست. آیا پدری تو در شرف قدر به علی برابر می شود؟ آیا گفت تو مثل امام حسن و امام حسین مادر داری؟ وای فاطمه است. گفت وای دختری پیغمبر بود، پیغمبر وای دوست می داشت. تو مثل گفت خدیجه کبرا که برای این نبیره های پیغمبر همچون یک مامه می شود، آیا تو مثل وای مامه داری؟ از همه اولاتر و بالاتر میدانی امام حسن و امام حسین بابا دارن، نام اون محمد است صلی الله علیه و سلم. آیا تو گفت به اینا افتخار نمیکنی؟ گفت تو میدانی تو در شأن کی گپ زده ایستاده ای؟ حضرت از فرزندهای خود اولاد پیغمبر خدا را بالا میدانستند. از این خاطر بچه ابو شحمه 3 روز نزد دروازه پدر در نوبت می ایستاید. وقتی که او را قبول کرد، حضرت عمر تماما تبسم بالای فرزندش نداشت، قهر و غضب او را فرا گرفت. گفت چیکار کردی؟ عرق نوشیدی؟ گفت بله عرق نوشیدم، لیکن عمرو ابن العاص بالای ما حد جاری کرد. گفت چگونه حد جاری کرد؟ برای چی موی سری تو تراشیده نشده است؟ برای چی مردم ندید که تو حد شراب میزنن بر تو؟ چرا مردم ندید؟ از این خاطر عبدالرحمن ابن عوف میگوید من نزد حضرت عمر بودم، گفتم عمر خدا ترا مغفرت کند،
خدا عدالت تو را بالاتر کند. و یک بار حد شراب خورده است، یک بار دره را دیده است، دویم بار بالای او دره را گفت جاری نکن. گفت اگر این جنایت فرزند خودم من پوشیده نگه دارم، این سنت می شود برای تمام رهبریت. به این خاطر من این گفت در بین مردم دره میزنم. خود حضرت میگوید آستینا را بالا کردند، تمام مردم فریاد زدند، همراه برادرزاده خود فرزند خود دره میزدند. فرزندش میگفت، پدر میگفت قسم به خدا سلامتیم خوب نیست، برای من مهلت ده تا کمی سلامتیم درست شود. حضرت گفتم برای عرق نوشیدن سلامتی داشتی؟ برای عرق نوشیدن از خدا نترسیدی؟ اینجا عذر خودت بیان میکنی. وقتی دره را میگد بالای فرزندش جاری کردن، از درد این دره زدن یک ماه بعد فرزندش از دنیا گذشتن. لیکن قانون خدا را نشکستن، قانون اسلام را نشکستن، عدالت را جاری کردن. ببینید این زمان کیسه ما در زن بود. لولا معاذ لهلك العمر ابن الخطاب. اگر معاذ ابن جبل نمیشد عمر هلاک میشد. زنی را حکم کردند. تواضع را ببینیم برادرای عزیز، این از تواضع حضرت عمر است، این از خاکساری های حضرت عمر است. وقتی که زنی را حکمی به سنگسار داد، زنا کرده بود، حضرت معاذ دوان آمد و عمر گفت این حکم تا بیکاره کن. گفت چرا؟ گفت این زن حامله دار است. تو میدانی که اگر زنی که حامله دار باشد، تا اگر وضع حمل نشود، تا اگر فرزند تولد نشود، بالای او سنگسار کردن ممکن نیست، زیرا که ضرر در فرزند او میشود. کی جواب میگوید؟ شما تواضع حضرت عمر از حکمش گشتند، اینم قدرت در کار، از فرمان خود. عالی بعضی از ما و شما یک فتوا میدیم، فتوای نادرست هم که باشد، وقتی در بین مردم اعلانش کرده باشیم، نادرست هم که باشد، به خاطر که ما را نگویند که این نادان است، نافهم است، این خطا کرده، از فتوا ما نمیگردیم. بگذارید ضرری در جامعه هم که رساند، لیکن ما قدر خودمان پس نمیکنیم. حضرت عمر از فتوای خود چیکار کرد؟ حکم برآورد که اگر معاذ نمیشد، هر آینه عمر هلاک میشد و این سنگسار از بالای این زنی حامله دار بیرون کردن. بار دیگر چی گفتن؟ بار دیگر گفتن لولا علی لهلك عمر ابن الخطاب. اگر برادرم حضرت علی نمیشد، عمر هلاک میشدند. این چی معنی دارد؟ بار زنی را میگوید باز ویم دستی به زنا زد. حضرت حکم کردند که وی از سنگسار کنید در پیش چشم مردم. وقتی که حکم صادر شد، زن حاضر کردند. حضرت علی میگوید دوان به نزد حضرت عمر آمدند. عمر گفتند این زنی که تو حکم به سنگسار کردی، این اول این که وی عقل ندارد، وی دیوانه هست. گفتند اگر زنی که دیوانه باشد، بالای او حکم جاری کردن این عین بی عدالتی است، وی در شما گناهکار میشوین. حضرت عمر درو از حکمش گشتند. گفتند اگر عمر نمیشد، هر آینه حضرت عمر چیکار میکردن؟ هلاک میشدند. برادرای عزیز و گرامی، ببینین تواضع حضرت عمر ببینین. با این قدر، اینجا یک جای عجیبش همین است، با این قدر مال و ملک، با این قدر حاکمیت، با این قدر منصب بلند، حضرت تواضع داشتند، آدم خاکسار بودند. بیایید با شما در برابر بعضی از مردم خودمان یا مردم بیرون از خودمان عملهای حضرت عمر رضی الله عنه را مقایسه کنیم. در ما و شما اگر ذره، اگر برادرای ما و شما صاحب یک جا و مکان و صاحب یک کمتر شرایط خوب شوند، قسم به خدا اگر در وجود او ذره از تواضع را نمیبینیم، الله که راهگردیش دیگر میشود. حتی راهگردیش را ببینید، ولی بعض تکبرها را ببینید، وقتی راه میگردن اون از حساب تکبری هست، از حسابی که همه شرایطهای خود خوب که میبیند فکر میکند تمام عالم و تمام قوه و قدرت در دست اوست. لیکن برادر عزیز گرامی، به خدا قسم تو هیچ قدرت و هیچ قوت نداری،
هیچ قدرت هیچ قوت نداره. حضرت مولوی جنون خدا رحمتش کند میگوید مکن از کبر دعوای کلانی، مکن از کبر دعوای کلانی، یقین پوسیدم مشت و استخوانی. ای انسان عاقبت نپوسی، عاقبت به منزله یک مشت خاک میشوی. با چی تکبری میکنی؟ بکن امروز فکری کار پخته که فردا میبرند در روی تخته. تو امروز فکر پخته را انجام ده، امروز کارات پخته کن که فردا ترا بالای تخته بار میکنند. چی باشد نفع مال و سیم و اسباب که بگذاری کنی اندر لحد خواب. با آن چیزایی که تو امروز افتخار داری، با آن مال و ملکی که تو افتخار داری، همگیش اینجا پدرود میگویی، همگیش اینجا میسپاری و با یک کفن وارد قبر میشوی. حضرت در آخر گفتن ز تو عاجزتر مظلومتر نیست، دریغا که تو را از خود خبر نیست. افسوس که تو خبری خود نداری. و خدا میگوید از تو در عاجزتر، از تو در مظلومتر نیست. برادرای عزیز و گرامی، خداوند در قرآن در سوره اسراء میگوید ولا تمشی فی الارض مرحا. ببینید من از سوره لقمان مثال آوردم. حضرت لقمان بچه‌شم این سخن گفته بود ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. حضرت لقمان اول بچه‌ش چی گفت؟ فرزندم گفت هر چی صاحب دولت و منصب میشوی، هر چی اگر شرف قدر بلندم کی شود، بالای مردم با چهره ترش نگاه نکن، همیشه در چهره خود تبسم داشته باشی. بنده های خدا را خوب قبول کن. گفتن ولا تمشی فی الارض مرحا، در بالای زمین خدا خرامان راه نکن. مقصد تکبرانه کیتوف جنباندن، میان جنباندن، خواب دستها را گویم که هر ذیل کردن مثل تکبران، این چنین راه نره. در دیگر آیت قرآن ببین تکبران چی میگه خدا؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. خدا میگه ای بنده عاجز، ای بنده مظلوم، قسم به عظمتیم اگر خواهم عادی ترین ملائکه را امر میکنم که مینه سر همین بنده مرا گیج کن، یک ساعت پس تو دیوانه قد کوچه میشوی. یک ساعت پس تو یک دیوانه در قد کوچه میشوی. قسم به خدا، قسم به عظمتی پروردگار میگوید تعز من تشاء و تذل من تشاء. من هستم که عزت میتونم، من هستم که خار میکنم. تؤتی الملک من تشاء و تنزع ملک ممن تشاء. من هستم که به تو مال دادم، من هستم برای تو آن ماشین های ملایم دادم، من برای تو اون خانه های بلند آشیانه را ساختم، من برای تو قدر و قیمت دادم. لیکن من هستم آن خدایی که همیشه زنده این مال و ملک از بالای سری تو کنده میگیرم. من هستم آن پروردگار. ببین خداوند خطاب میکنه برای بندگانش. من هستم آن خدایی که قسم به بزرگیم امر میکنه ملائکه را در خون تو یک عادی ترین میکروب میپرتاید، عمر بعد سفید خواب میکنی در جاگه خواب. من هستم آن پروردگار. تو چی هستی؟ تو عاجز ترین بنده من هستی. تو به چی افتخار داری؟ چی داری تو؟ از تو در بزرگها کجا شدن؟ کجا هستن؟ اینقدر پادشاه ها و اینقدر ملکدارا و اینقدر پولدارا امروز در کجا هستن؟ عبرت نمیگیری؟ خدا رحمت کند عمر خیام چی میگوید؟ مرغی دیدم نشسته در باره توس. تماشا کن، مرغی دیدم نشسته در باره توس. کنگره توس، کنگره های بلند که در ایران وجود دارد، در پیش نهاده کله کیکاووس. این مرغ در پیشش کله کیکاووس گذاشته بود. کله کیکاووس شما میدانید. کیکاووس این بعد سلاله ساسانیان، این از سلاله ساسانیان بود. بعد انوشیروان دولت به اینها رسید که کی این لقب بود در پادشاهای ایران میگذاشتند. قیصر لقب بود که در پادشاهای روم میگذاشتند. این کیکاووس بود و کیکاباد بود و اینا پادشاهای بودند. حضرت عمر مثال میارد، میگوید مرغی دیدم نشسته در باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس. با کله همه گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و چی شد ناله کوس. مرغ با این کله چی میگفت؟ با این کله شاه کیکاووس چی میگفت؟ کجا شد اون بانگ جرس ها؟
کجا شد اون نغمه و نغاماتت؟ کجا شد اون تکبرانه که تو در راه میرفتی؟ کجا شد اون نغمه هایی که تو مردم عادی را در قصرت راه نمیدادی؟ کجا شد؟ امروز تو خوراک من شدی میگوید. ببین اینا همش چی هستن؟ اینا همگی اینا برای عبرتن برادرای عزیز و گرامی. خدا رحمت کند عمر خیام. شما برادرای عزیز و عمر خیام بسیار توجه داشته باشید. عمر خیام بسیار مصرع‌های عبرت آمیز برای همه طایفه میگوید. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، بهرام میدانید این هم یکی از پادشاه‌های هستند. همین قدری که از به خدا گذشتن، خدا را نشناختن. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، میگن آن قصر بهرام من برای شما در مصرع‌های شیرین گنجایش نمیدهد که وصف کنم چگونه قصر داشت. در اون داخل او جام میبرداشت، اون می مینوشید، اون نغمه و نغامات میکرد. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. اون قصر میگوید از سر بهرام چی شد؟ دور شد. این قصری که بهرام در اونجا افتخار میکرد، اونجا در نغمه و نغامات میکرد، عاقبت خانه آهو شد. عاقبت روبه ها در اون داخل رفته چیکار کردن؟ الچه میگذاشتن، بچه میکردن. اینم برای ما و شما چی هست؟ این مصرع‌های حضرت همگیش عبرت هستند. برادرای عزیز و گرامی، حضرت عمر تواضعش من برای شما بیان دارم که ماها عبرت گیریم. ماها گویم که آدم خاکسار باشیم، عادی باشیم، هر چی داده است شکر به سوی خدا کنیم. در برابر این تکبری را ما و شما برای خود هیچ وقت اختیار نکنیم. خدا چی گفت در سوره اسراء؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. هر چی داری نداری بالای زمین خدا ده، بالا زیر آسمان خدا ده، اینقدر تکبرانه راه نگرد. ببین در دوامش چی گفت لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ای بنده خدا گفت، ای بنده عاجز، تو با این راهگردی های تکبرانه که در روی زمین داری، لن تخرق الارض، قسم به عظمتیم زمین من تو شکاف کردن نمیتونی. ولن تبلغ الجبال طولا. هرچی اگر گردن تا بلندم کی کنی، خدا میگه برابر این کوههای بلند من تو برابر شدن نمیتوانی. نه تو از کوه بزرگی، نه از زمین در سخت‌تر هستی. در بالای زمین مثل حضرت عمر راه بگرد، مثل حضرت عمر خاکسار باش. وقتی حضرت ابوبکر رضی الله عنه تخت شاهی را ترک کردند برادرای عزیز، وقتی که حضرت 2 سال و 2 ماهی که کرسی خلافت زینت بخشیدن، وقتی جان به حق تسلیم کردند، حضرت عمر بالای منبر خواست برآمد، جایی که حضرت ابوبکر می نشست. آمد در جایی که حضرت ابوبکر می نشست، اون جای برای خود اختیار نکرد، در جای قدم ابوبکر نشست. مردم گفتن، عمر گفتن جای نشست بالاتر است، اینجا جای قدم حضرت ابوبکر بود، شما اینجا را اختیار کردین. گفت برادرای عزیز، گفت اگر گفت شرف و برکاتی پای حضرت عمر، پای حضرت ابوبکر برای عمر رسد، همینش برای من کفایت میکند. گفت من لایق نیستم که در جای ابوبکر نشستن من برای خود اونجا را اختیار کنم. این از خاکساری حضرت عمر رضی الله عنه بود. بار شب حضرت عادت داشتن شبها در کوچه ها میگشتن، کوچه ها را تا سحر هر یک کوچه را نظر میکردن، از هر خانه نظر میکردن کنی در کوچه ها در شهر چی آوازه ها باشد، کدام بنده های خدا بی‌ضابطه هستند، ناراحت هستند، ناچیز هستند، نادار هستند. از کوچه ها سیر و سیاحت میکرد، میگشت، نگاه میکرد. باری میگوید نزد یک خیمه آمدن، نزد خیمه آمدن، نگاه کردن یک مرد عرب نزد خیمه نشسته است، خیلی غمگین است. حضرت عمر آمدن در پهلوی این مرد عرب نشستند، در حال احوال پرسی کردن گرفتند. شما بیرون خیمه هستین، وارد خیمه داخل نمیشوین، شما کی هستین؟ وقتی در همین حالت پرسان بود، میگوید که از داخل خیمه میگوید نالش زن آمد، نالش زن بلند شد. حضرت عمر گفتند ای بنده خدا در داخل آواز زن است؟ گفت کار تو به اون نباشد. گفت این زن زن من است،
در حالت تولد است، گفت الحال برای من یکی از نعمتهای خدا که فرزند است به قدرت پروردگار الحال باید تولد میکنه. حضرت عمر وقتی اینو شنیدن در حال به خانه خود آمدن. اون زمان ام کلثوم در دستشون بود. شما میدونین ام کلثوم کیست؟ دختر حضرت علی بودن. دختر حضرت علی در دست حضرت عمر بودن. حضرت عمر با زمان که خسور پیغمبری خدا بود، حفصه دخترشان در دست رسول اکرم بود، با زمان داماد حضرت علی بودن. ام کلثوم در دست حضرت عمر بودن. عجیب بود، یک وقتی که خواستگاری رفتن به خانه حضرت علی، ام کلثوم خواست که در نکاح خود درآورد. ام کلثوم گفت که من در نکاح عمر نمی درآیم. گفتن چرا نمی درآیی؟ گفت خوراکی که عمر میخورد من خوردن نمی توانم. در حالت خلافت حضرت نان میخورد که باید روغن نداشته باشد. اگر نانی که روغن میداشت میگفت این دو خوراک میشود. من هیچگاه ندیدم پیغمبری خدا دو خوراک خورده باشند. ولی امروز در مردم ما و شما آنقدر اسراف بسیار شده است که دو خوراک یک طرف، سه خوراک و چهار خوراک و پنج خوراک میپزیم. اینم از جمله سنت‌های پیغمبری خدا نیست. حضرت عمر گفتند من میدیدم پیغمبری خدا را وقتی دو خوراک در پیش می آوردند، یک خوراک میخورد، خوراک دیگر را به کمبغل‌ها میداد، خودش هیچ وقت تناول نمیکرد. حضرت عمر هم نانی که روغن میداشت میگفت این از دو خوراک عبارت است، هم آرد است هم روغن است و یا تناول نمیکرد. ام کلثوم به خاطر که خوراک عمر خوراکی سخت است، خوراکی هست که خوردن وی قین است، گفت در نکاح او نمیدرایم. لیکن آیسته آیسته خلاصه گویم در نکاح حضرت عمر در آمد دست زن خدا گرفت. ببینید که ها این کار انجام داده میتواند. در یک چیز میشه آیلش گرفت وارد خیمه کرد، آمد گفت این زن من است، ممکن است که وارد همین خیمه شما شود تا که یک کمک برای عائله تو رساند. گفتند میلش، گفتند ما راضی هستیم. وقتی که زن در آمد بعد یک مدت میگوید صدای کودک، صدای طفل از داخل خیمه بلند شد. ام کلثوم از داخل خیمه صدا داد یا امیر المؤمنین، صدا داد ای امیر المؤمنین. با این رفیق پهلوی خود مژده که زن او بچه تولد کردند. این مرد وقتی صدای امیر المؤمنین شنید دیگر ناراحت شد، ترس وجودی او را فرا گرفت که این شخص در پهلوی من نشسته امیر المؤمنین عمر هست، تا حال وی نمیشناسد. حضرت عمر گفتند برادر عزیز، گفتند هیچ ترس و وهم شما را گفت فرا نگیرد، بلکه من برای شما چنان نصیحت میکنم وقتی سحر روز شد به نزد حجره من بیا، من برای این فرزند تو گهواره پولی، کمک پولی جدا میکنم و برای خود تو هم یگان مبلغ جدا میکنم. این از تواضعهای حضرت عمر است. حضرت عباس میگوید خدا رحمت کنه رضی الله عنهما، ابن عباس میگوید، عبدالله میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله جل و علا، خدا چی گفته بود است؟ خداوند چی میگوید؟ الکبریاء ردائه والعظمة ازاره فمن نازعني واحدا منهما القیته فی النار. ببین پروردگار گفته بود است کبر کردن ردای من است، رویمال من است، بزرگی ایزار من است. اگر کدام از بندگان من نابسته کیهای نباشد، اگر کبر را، شرف و بزرگی را برای خود اختیار کردند، در بین بندگان خدا خاکسار عادی نشدند، القیته فی النار. خدا گفت در روز قیامت این گونه بنده هست که از بلندترین آتش دوزخ او را به قعرترین دوزخ میپرتاند. اگر کدام بنده ای که در دنیا برای خود تکبری میورزد، برای خود شرف و بزرگی میورزد و بنده های خدا را حقیر و بنده های خدا را ناچیز میشمارد، اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. حضرت مولوی میگه اصلت از قطر منی
لایق تو نیست منی. ببین منی ها پیشه شیطان بود، هر کی خود را کم زند مرد آن بود. صاحب چهار کتاب میگوید، حضرت مولانا میگوید آخر اصل تو منی بود، از این خاطر تو را منی نمیزیبد. اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی، از راه بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ ببین از راه بول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ در دیگر شاعرهای ما و شما در باره تکبرانم عجیب مصرع‌های زیبای ایجاد کردند. و این بود از تواضع‌های حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که بار حضرت از خانه بیرون شدند. به ناگاه میگوید در خانه صدای گریه بود، صدای گریه بود. وارد خانه شدند، نگاه کردن یک مادر همراه فرزندان خود و این فرزندها در پیش مادر گریه دارند و نزد فرزندها یک دیگ گذاشته شده است که دیگ می جوشید. حضرت عمر گفتند این کودک ها بهر چی می گریند؟ گفت اینها گرسنه ماندند، اینا چیزی نیست که برای اینها ما از غذا تأمین کنیم. گفت در دیگ چی داری؟ گفت در دیگ یک مقدار آب هست می جوشد. برای فرزندها یک تسلی دل گفته ایستادم که الحال خوراک میپزد، الحال خوراک میپزد، شاید که مانده شوند خوابشان برد. حضرت عمر میگوید خیلی ناراحت شدن، همراه غلام خود اسلم بودند. آمدن میگوید با بیت المال یک مقدار آرد و یک مقدار روغن و یک مقدار خرما و یک مقدار مبلغ و یک مقدار لباس گرفتند و در یک قابچه گویم انداختن و برای غلام خود اسلم گفت اینا بردار در پشت من گذار. گفت اسلم گفتن، عمر گفتن خوب میشد که اگر اینا در پشت من میگذاشتی تا که من میبردم. گفت اسلم گفت این احوالی که در رعیت من است و من در قیامت از مسئولیت این مردم پرسیده میشوم، از این خاطر میخواهم آن چیزی که کمبوده که در مردم من است اونها را همگی با بار پشت خود با دست خود انجام دهم. میگوید برداشتن آمدن به خانه این مادر آمدن. حضرت عمر میگوید خود میگوید در این دیگ میگوید خوراک میپخت، از بس که ریشی خیلی کلان داشتن زیر این دیگ میگوید آتش می افروختن، توف میزدن. اصلا غلامش حکایه میکند که من میدیدم که از زیر هر یک کار ریش حضرت عمر دود میبرآمد، لکن حضرت همونجا نشسته و این خوراک پخته کردند و برای این فرزندها دادند. وقتی فرزندها میگوید خوردند، سیر شدند، یک تبسم و خنده وقتی این فرزندها را فرا گرفت، حضرت عمر میگوید این خانه را ترک کردند. گفتند اگر این کودک ها در چهرهشان تبسم پیدا نمیشد قسم به خدا از این خانه من بیرون نمیشدم. یعنی زمانی که من اینها را گریان دیدم مسئولیت من همین است که باید که اونها را من خندان کنم. این بود از آن تواضع هایی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داشتند. یعنی این چنین گویم خاکساری ها و کارهای عادی که حضرت عمر داشتن خیلی زیاد است. من اینجا صحبت خود من خاتمه میبخشم به خاطر که یک اعلان است به سمع شما میرسانم و خدا خواسته باشد جمعه آینده انشاءالله من از بعض خدا ترسی حضرت عمر و اگر وقت گنجایش دهد از وفات او برای شما حکایه میکنم. به همین انشاءالله میگذاریم باز به قصه های حضرت عثمان علیه السلام داماد پیغمبر خدا که چگونه اون قسم حیات و فعالیت داشتند تا که ما و شما به حیات اونم باید که شناس شویم.
برادرای عزیز و گرامی، دیروز در مرکز اسلامی مجلس بود که ما در این مجلس اشتراک داشتیم و تمام نماینده های حکومت هم اشتراک داشتند که تا نصف روز این مجلس ادامه کرد. فقط موضوع از دو چیز عبارت بود که ما را وظیفه‌دار کردند که اینها را به گوش مردم رسانیم. یکی انتخاب شخصانی که در شورای علما باید همیشه شرکت ورزند، از چند نفر باید عبارت باشند، کیها باید باشند. دیگر موضوعی بود که چند بار ما هم به خاطر امن و امنیت، به خاطر یکدیگر فهمی این موضوع ها را در بین شما مطرح کرده بودیم. موضوع دوم عبارت از این بود که امروز در جامعه تاجیکستان به غیر مذهب امام ابو حنیفه، اگرچند که ماها همیشه قید کرده بودیم که 4 مذهب، چه حضرت امام ابو حنیفه، چه حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، چه حضرت امام مالک و چه امام احمد حنبل، 4 مذهب اهل سنت و الجماعه هست. هر کسی که در اینها داخل شود یعنی جرم نیست، گناه نیست و هیچ کس حق ملامت او را ندارد. مثلا هر کس از همین مذهب ها هر کدام این اگر انتخاب کند، برای یگان جرم و گناه نیست که تو از مذهب شافعی هستی یا تو از مذهب امام مالک هستی، تو از مذهب امام احمد حنبل هستی. یعنی هیچ جرم نیست، گناهی نیست، جنایت نیست، یگان خجالت هم نیست، یگان شرمندگی هم نیست. لیکن اعلان شد که در تاجیکستان امروز بغیر همین مذهب امام ابو حنیفه هر جریانی که فعالیت میکند اختلاف های زیاد ایجاد میکنند و نافهمی ها در بین مردم پیدا می شود، کشماکشی ها پیدا می شود، یکدیگر را تحقیر کردن پیدا می شود، یکدیگر را بد دیدن پیدا می شود، اگرچند که همه برادر مسلمان هستند، اگرچند که در بعض مسئله ها گوییم که اختلاف ها و بعض مسئله های جزئی هستند که مورد بحث و مناظره باید قرار نگیرند، لیکن امروز همون مورد بحث و مناظره قرار گرفته است. از آن جمله درباره آمین بلند گفتن، درباره دست ها را بالای سینه گذاشتن، چی پایه های کشاد گذاشتن، چی دیگر جریان هایی که امروز فعالیت دارند، چه از شیعه ها، چه از نصرانی ها، چه از زردشتی ها، چه از با احمدیه گفتگی باز یک گروه دیگر برآمده، چه از حزب تحریر و دیگر چیزهایی که روز به روز در جامعه ما و شما مثال پیدا شده ایستادند، یک گوییم که مورد نگرانی قرار گرفته است. فقط مقصد این بود که برای تمام شماها ما گوشزد کنیم که همین آرامی تاجیکستان همه ما با دندانهامان داشته نگه داریم، کار کنیم که همین آرامی که امروز خدا برای ما نصیب کرده است، این لطف خدا بود، این خدا دادی همین مردم تاجیکستان بود که الله در یک مدت کمی به واسطه این مردهای عاقلی که سری مذاکره نشستند، خب با یکدیگر امضا کردند و امروز این صلح و صلاح را خداوند در تاجیکستان ما فراهم آورده است. همین از دست ما و شما نرود. مقصد از داخل مسجدها باز جنگ و جنجال ها بیرون نشود. برادرای عزیز و گرامی، من همیشه گفته بودم، باز میگویم، مذهب من مذهب آرامی هست. مذهب من، رویش من این است که نمیخواهم که والله که
در تاریخ در صحیفه های دعوت من یگان نقطه سیاه گذاشته شود که فردا بعد از سر من گویند که با فتوای حاجی میرزا یا با دلالت حاجی میرزا فلان جوان مثال یک مشت خورد یا فلان جوان کشته شد یا فلان جوان مثال دشنام خورد. این من برای خودم به خدا قسم اختیار نکردم. همیشه میخواهم در شما بهترین اخلاق باشد، بهترین گویم تربیت در شما باشد، یکدیگر تا حرمت و احترام کنین، به قدر یکدیگر تان رسین، یکدیگر تا دوست دارین چگونه فرزند پدرتان دوست می‌دارین. فقط مقصدم به خدا همین عبارت است. آن دینی که خدا نصیحت اعلان کرده است میخواهم همون نصیحت در شما رساند، دیگر هیچ مقصد هیچ غرض ندارم. ما نیز به این کلمه زیبای آمین برادرای عزیز و گرامی تسلیم هستیم. آمین کلمه زیبا هست. آمین این سنت پیغمبر خدا هست. من بار هم در اطراف آمین تحقیر نکردم. کلمه آمین حتی که هیچ وقت این زبان من نمیگردد که نسبت آمین یگان سخن بد گویم، لیکن این قدر میگویم که امروز همین مردم درک کردن نمیتونند. مردم همین قبول کردن یا نمیخواهد یا قبول کردن نمیتواند. لیکن آمینی پستم معنای اون ندارد که بنده های خدا در راه غلط رفتند. آمینی پستم سنت است. زیر ناف داشتنی دستم سنت است. 4 انگشت بین پاها را کشاد گرفتنم اینم از سنت حبیب خداست. یعنی اینها هم روش غلط نیستن، اینها هم نادرست نیستن. از این خاطر جوانای عزیز و برادرای مهربان، آن چیزی که در ما و شما هست، اگر قسم به خدا چیزی که به ضرر جان شما باشد، به ضرر جان شما باشد، اگر شما به سبب کردن او فردا پیشگاه خدا در خجالت مانید، قسم به خدا که من از او خودداری کردن نمیتونم. من برای شما را آشکارا میگویم، لیکن این چیزی هست که برای شما خطر ندارد. این چیزی هست که اگر انجام شم که نتیجه در پیش خدا شما گناهگار نمیشوید. لیکن از همه چیز مهم امروز برای ما همین است که آرامی را ما و شما همیشه آرامی مانا چکار کنیم؟ محافظت کنیم. به قدر آرامی ها رسیم، به قدر این شرایط ها رسیم. دادرای عزیز، روز به روز ببین مسجد ها را تماشا کن، بهبودی ها را در مسجد های ما و شما، در حیات ما و شما تماشا کنین. این باید هر یک انسان بها دهد. از این خاطر همه شما برادرای ما هستین، همه شما را ما دوست می‌داریم. فقط کار کنین که در بین مردم اختلاف ایجاد نکنین، مردم پراکنده نکنین، مردم ایراد نگیرین. جوانان چی میگویند؟ نزد من یک گروه جوانان، یک جوان است میگوید اگر تا دست در بالای سینه نباشد نجات نیست. برادر عزیز، تو علی کلمه نجات نمیدانی چیست؟ تو بیا برای من فهمان که نجات در کجاست. من برای تو گویم که نجات در کجاست. بغیر شرک پروردگار کلی گناه را میبخشد. اگر دستش بالای سینه‌ش هم نگذاشت، بالای نافش هم که گذارد، قول امام شافعی از گناهگار نمیشود. کشالش ماند، قول امام مالک است، گناهگار نمیشود. زیر نافش هم که ماند، گناهگار نمیشود. تا در شرکیات نرود. آدم شرکیات میرود توبه نمیکند، الان این آدم خطر دارد. لیکن برای بعض مسئله های جزئی الله ما و شما را میبخشد. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا از بالای 7 طبقه آسمان میگوید ای بندگان من، از رحمت من ناامید نباشین، من همه گناه شما را میبخشم. ببین، همه الله گناه ما را میبخشد. اگر همین زیر ناف گناه باشن، الله میگه من میبخشمش. شما پراکنده نشین، اختلاف نه اندازین، جنگ جوش نه اندازین، من همین گناه تو را میبخشم. دادرای عزیز، اختلاف نه اندازیم. بیایید همگی ما دعا کنیم که خدا همیشه در این تاجیکستان ما صلح و صلاح باشد. همیشه در بین تمام ناحیه های ما، در تمام بین مناطق تاجیکستان رفت آمدها باشد. ما یکدیگر را دیگر جدا اندازی نکنیم، تو از فلان جا هستی، تو از فلان جا هستی. همه اینها برادرای ما و شما هستند. همه این از مردم ما و شما هستند. از این خاطر اگر در قبط من ایستادگی آدم
آن طرز که ما عبادت میکنیم اگر عبادت کنین شما هیچ وقت در پیشگاه خدا گناهکار نمیشین. من باز میگویم که چیزی که اگر گناه باشد من برای شما خبر میدهم، یکی چیزی که گناه نباشد من برای شما همچنان نصیحت میدهم که برادرای عزیز بی‌پروا باشید. من برای فتوای دادگی پیش خدا در مسئول هستم، جوابگر هستم. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. آمین یا رب العالمین. دعا کنید. گفتن مادر مراد از انگورباغ، برادر اکای مراد او روز خانشون دعا کنید رفتیم از انگورباغ. مادرشون اینجا یک مبلغ دادن که برای آبادی مسجد روان کنید، در حق شوهرون دعا کنید، در حق برادرون دعا کنید، در حق فرزندان دعا کنید. خدا گذشتگان این مادر رحمت و مغفرت و این برادر مراد خدا از همه آفت‌ها در حفظ امانش نگه دارد. میرزا مراد از خیرمند در حق مادرش گفت از دعا کنید. خداوند این مادر اگر حیات باشد تنی صحت و عمر دراز، گذشته باشد خدا رحمت و مغفرتش کند. برادری مهمان از استراوشن، اینجا یک برادر از استراوشن مهمان هستن، یک مبلغ دادن. خدا در هر قدمشان حسنات کتابت کند. مخزون کامل برای ساختمان آهک روان کردن. خب و اینجا برادر الهام پیرکر کمک ساختمانی کردن. خدا این کمکاشان هم به درگاهش قبول گرداند. خب برادر حاجی